کلیگی شما آرزوهای موفقیت بکنیم بشان و تمام آرزوهای دل خودتان برسین و شما کسایی نیستین که سزاوار شکست چیزا باشین، شما سزاوار بهترین موفقیت هستین و در جایگاه های خیلی خوب شما را بخیر ببینیم انشاءالله. آینده خیلی درخشان در انتظار شما و مسئله خدمت برای جامعه و وطن ما و مردم ما شد انشاءالله. اول از همه صحتمندی و در کنارش موفقیت برای شما رسو میکنم. دیگه شاگردا من دیگه زیاد گپ نمیزنم، گفتنی هم ندارم باششون. فعلا درس شما اینا خلاص شد. بس انجینیر نجیب میان درسی احتمالات فکر میکنم مونده نه امور باششون درس میده. باز بعد از امروز در رابطه با کنکورشون دیگه باششون کم معلومات دیگه هم باششون میگه. در چون پیشزورم معلومات داره دیگه، نحوی کنکور امتحان دادن، نحوی انتخاب کردن رشته، نحوی چی چیزا قراره باید انجام بدید، چی چیزا باید بگویید در وقت امتحان. متوجه مفصل لمانوش پرشون گپ بزنم دیگه، ما زود وقت نمیرم. فقط ما میخوایم یک گپ باششون میگیم شاگردای گل و نزنیم که اینمی کنکوری از شما کسا موفق شدن از شما در رشته کنکوری و در رشته دلخواهشون اولین گام موفقیت در زندگیشون اینمی حساب میشه. مگم از این پیش دیگه کدام موفقیت دیگه ای را شما تا و طور مثالی تو که در زندگی خود رقم دید زدش متوالی زدین نزدین. از هر کس اینمی دوران تحصیلی شروع میشه دیگه، این موفقیت در کنکورش شروع میشه. چرا که 10 سال بعد یا 20 سال بعد یا 15 سال بعد که تو تصور میکنی چی جایگاه قرار داشته باشی و چی چیزا رو بر خود بسازی و برای مردم چی کارا انجام بدی، کلش گیری میخوره به همه رشته تحصیلی که تو درش آموخته میشی و تو را میخوانی فرا میگیری. پس اولا همین کوشش کن شاگردای گل و نازنین که اینمی همز دل تاب دلتان باشه. متوجه؟ همز تاب دلتان باشه و رشته که دوست دارین اون رو به دست ببرید. اول ما که مطمئنم شاگردای گل و نازنین که شما با آن چیزی که دوست دارین به اون میرسین بخیر. 100% همین سال امتحان بدین، چون شما واقعا کل نفوس افغانستان رقمی رقم شما رو درس خوانده نتونسته. شما ایمان به خود داشته باشین که کل موضوعات رو خواندین یاد دارین و خصوصا کسایی که دوره دوم و دوره سوم متفرق هسته یک مرور هم که کنه بیخی دیگه کلا عالی میشه و آنچه که دوست دارین به اون میرسید. دو من احیانا باشه حادثه اتفاق از زندگی دیگه کلی چیز نمیشه که یک دفعی و آن چیزی که خودت میخوای او شود. متوجه؟ این همیشه نیه. این تو زندگی بالا و پایین داره دیگه نه؟ گراف قلب رسه که اگر نفر که مریض میشه گراف قلبش میره خطای قلبش بالا و پایین نه؟ این تو راست نیه. اگه این تو راست باشه زندگی برای من که میگه نفر مرده دیگه. باید او این رقمی شود بالا و پایین شود باز میگه این زنده است. اینه که زندگی داشت بچه‌ها زنده بودیم ما شما باید دوچار از این سختی ها و بالا و پایین ها میشیم. این رقمی است. متوجه؟ زندگی سخت است دیگه شما باید در این زندگی برای چیزی که دوست داری باید برایش بجنگی، باید برایش تلاش کنی، باید برایش فداکاری کنی تا او رو به دست بیاری. اولتر گفتم که کلی شما آن چیزی که دوست دارین کامیاب باشین، ایمان داشته باشین، در این دفعه اول در این دفعه که امتحان بدین کامیاب باشین. دو من اتفاق از زندگی گفتم بالا و پایین داره، ممکن در یک دفعه نشود آن چیزی که شما میخواید. بعضیتون شاید نتونین در اون رشته‌ای که دوست دارین نمرهشون پایین ولی اون رشته بالا شاید نشود. ولی ذره در دلتان شکست چیزا را ندید باشه. شکست در زندگی هیچ وجود نداره مگر زمان شکست وجود پیدا میکنه که ما او را قبول کنیم. اگر ما قبول نکنیم او دیگه شکستی وجود نداره. متوجه؟ میگم امو یک دانه چیزی امروز در فیسبوک سری دادم دیدم چک میکردم امو یک نفر گفت که خیلی ها وجود داره که مرا به زمین بزنه. خیلی ها وجود داره که مرا به زمین بزنه. خیلی رقیبا وجود داره یا خیلی مثلا کسایی که مرا دوست نداره و خیلی نفراش دیسلایک کنه گفت مرا به زمین بزنه. ایرا ما مطمئنم خیلی قوی از ما گفت که مرا به زمین بزنه، ولی ایرا مطمئنم که هیچ کسی نیست در دنیا که جلوی برخواستن از مرا پس بگیره. متوجه؟ جلوی خواست از اینکه ما پس دوباره برخیزم جلوی از مرا بگیره، رای مرا بگیره. هیچ کسی در دنیا پیدا نمیشه که جلوی برخواستن از مرا پس دوباره بگیره. حالا ما میخوام نمیگه و همونجشون خیلی گل خوب بود باشه. همین با شما بگم که گفتم زندگی همیشه اینطور نیست در دفعه اول در تاب میل آدم باشه. همزه خاطر کنکور ما شما را چند شانسی را میرسید. ممکن یک شاگرد، یک متعلم، یک جوان دور اول
زمینی شرایط کنکور خواندن باشش مساعد نبوده باشه، آمادگی گرفتن باشش مساعد نبوده باشه. ممکن دور اول شاگرد ما یک هواهای کشورهای خارجی و مثلا کار و این چیزا دستش زده باشه، از درس فاصله گرفته باشه، پس اون فهمیدش که درس خوبه بیام درس بخونم، این دفعه خراب شد، دفعه دوم یک چانس دیگه هم باید داشته باشه. شاید یگان دفعه حادثه اتفاق در سر پارچه امتحان آدم مریض میشه، نمیتونه که امتحان داده بتونه شرکت نمیتونه، یا یک حالت میاد پارچه دم خراب میشه، حادثه میشه، اتفاق میفته. اما کنکور یک چانس باشه، آدم تعیین نگیره، 3 چانس تعیین گیره که آنچه فکر دوست داری تو باید او برسی. این راه تو کس قید نکرده، راه تو رو مکمل نگرفته که تو مقصد ای که تو شکست قبول نکنی. دیگه برای کلی تو نارضی موفقیت منم بچم، فقط اینمی جمله آخر، مرد کسی است که چیزی که او رو دوست داره او رو به دست میاره بچم. متوجه؟ اولین موفقیت شما در زندگیشون به دست آوردن رشته تحصیلی که او رو دوست داره. اینمی را که به دست آوردن دیگه کلی موفقیت ها در انتظار شما بچم. پس چیزی که دوست داره نگه تیم دوست داره، اما تیم به دست بیاره، این سال نش سال دیگه به دست بیاره بچم. ولی به دست بیاره. متوجه هستی؟ ولی وقتی تیب خوش داره دیگه نرو در ساینس، نرو در جان مثلا تعلیم تربیت، نرو در جان یک چیز دیگه که او رو دوست نداره. وقتی انتخاب بدی هدف بخش خود تعیین کنی، پای او حرف، پای او قول استاد شد دیگه، برسان خود. متوجه هستی؟ بگو ای تیب، ای کامپیوتر ساینس تو رو که دوست دارم آخر خود تو میرسانم، به زمین بزنی با آسمان بزنی تو رو به دست میارم. چی امروز چی سال دیگه وسط، چی امروز چی فردا، ولی تو رو به دست میارم. متوجه هستین؟ فقط ما گپ مینمی چیزی که دوست داری به دست بیار بچه‌ها. برش میشه.